خاطرات امیر اسدالله علم 1346 مهر ماه. شنبه 1/7. امروز از شیراز برگشتم. اولیا حضرت شهبانو دیروز مراجعت فرمودند. بد سفری نبود. جشن فارغ التحصیلی دانشگاه را برگزار کردم. امسال 200 نفر فارغ التحصیل در رشته‌های طب، کشاورزی، الکترونیک، مهندسی راه و ساختمان، پرستاری، اقتصاد و غیره داشتیم. دانشگاه به سرعت بزرگ می شود. ولی من تصمیم گرفتم اجازه بگیرم و دیگر رئیس آنجا نباشم. زیارت والا حضرت ها از شاه چراغ و تخت جمشید جالب بود. اولین مسافرت رسمی والا حضرت همایونی ولی عهد به خارج بود. خیلی طرف توجه مردم قرار گرفت. جشن هنر هم خاتمه یافت. امروز ظهر برگشتم. مستقیما شرفیاب شدم. شاهنشاه اظهار لطف کردند. راجع به ریاست دانشگاه پهلوی و جانشین من قدری صحبت شد. عصری به دانشگاه تهران برای روز شروع کار دانشگاه تشریف بردند. شب سر شام بودم ولی مذاکره جدی نشد. یک شنبه 2/7. صبح اول وقت کمیسیون تاجگذاری را که به ریاست سپهبدی از آن پناه است خواستم. با کمال دقت 3 ساعت به برنامه‌های جشن رسیدگی کردم. بعد شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. صحبت بامزه‌ای پیش آمد. شاهنشاه از اردشیر زاهدی به علت پاره کارها شکایت فرمودند. عرض کردم شاید به همین علتها شاه دخت شهناز نتوانستند با او زندگی کنند. خیلی با متانت و ملاحظه فرمودند خیر، اینطور نیست. اردشیر البته خریت‌های زیادی دارد ولی زندگی با شهناز هم مشکل است. ولو اینکه دختر من باشد از جاده انصاف نباید خارج شد. خدا عمر بدهد، خیلی با انصاف است. مدتی درباره شهناز صحبت شد. عرض کردم من ایشان را مشغول می کنم به کارهای اجتماعی. فرمودند نمیتوانی. شرط بندی کردیم. فرمودند تنها شرطی است که مایلم ببازم، زیرا این دختر نجات پیدا خواهد کرد. تا ببینیم چه می شود. خدا کند من شرط را ببرم. بعد از ظهر به دانشگاه جنگ تشریف بردند. مراسم خوبی بود. امشب را من با دوست عزیزم گذراندم. بسیار عالی بود. عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، ور به سختی گذرد نیم نفس بسیار است. افسوس که فردا برای مدتی نامعلوم خواهد رفت. دوشنبه 3/7. صبح سفیر هلند اعتبارنامه تقدیم کرد. من به اختصار برای چند دقیقه سر صبحانه شرفیاب شدم. کارهای جاری و فوری را عرض کردم. خیلی ارباب عزیزم سر حال نبودند. قدری نگران شدم. ناراحتی روحی داشتند نه جسمی. حتی فرمودند قدری زیاد چاق شدم، لباسهایم تنگ شده. بعد از ظهر به کارهای جاری رسیدم. شورای اقتصاد در پیشگاه مبارک بود. عجیب است، رئیس دفتر مخصوص را امر فرمودند شرکت کند اما من را نفرمودند. این هم از مسائل بزرگی است که من پی نبردم. با همه اعتماد و مرحمتی که نسبت به من هست ولی گاهی هم حس می کنم که مرا خواجه بی دست و پا می پسندد. مرا خواجه بی بال و پر می پسندد. سه‌شنبه 4/7. صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری عرض شد. مطالب کتاب ایوب خان رئیس جمهور پاکستان را بحث کردیم. عجب عقده دارد. میگوید رژیم سلطنتی در مملکت اسلامی طبیعی نیست. این هم دوست عزیز ما. خوب است هنوز پول نفت و وسایلی که در جنگ هندوستان و پاکستان به شما داده ایم نتوانستید پس بدهید. در آمریکا واقعا چقدر شاهنشاه از سیاست احمقانه این آدم که به طرف گسستگی کامل از غرب پیش می رود دفاع کردند. وضع عراق را بحث کردیم. کابینه عارف خیلی متزلزل شده. سپهبد عبدالرزاق و سپهبد راوی که در ارتش نفوذ زیادی دارند از او برگشتند. وزرای مصری کابینه هم لگد میاندازند. کردها رجز میخوانند. خودش هم ضعیف بلکه مستضعف است.
سیاست انگلیس نسبت به مصر را بحث کردیم. اکنون باز هم به ناصر کمک می کنند. بدبخت و ضعیف و معتدل شده. میگویند چه خر سواری بهتر از این. سیاست انگلیس نسبت به یمن را بحث کردیم که تمام سلطانها را به فلان دادند و با جبهه آزادی بخش کنار آمدند. دوستان قدیمی همه هیچ. بحث شیرین و بامزه‌ای بود. بعد که مرخص شدم سفیر ژاپن، آلمان، هندوستان و وزیر مختار آمریکا را پذیرفتم. خیلی خستم کرد. عصرم به کارهای جاری صرف شد. در هیئت امنای دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران هر دو شرکت کردم. امشب هم به مهمانی عبدالله ریاضی رئیس مجلس به مناسبت ورود رئیس مجلس ترکیه رفتم و حالا 1 صبح هست و از خستگی کلافه هستم. چهارشنبه 5/7. امروز کارهای جاری زیاد بود. به این جهت نتوانستم شرفیاب شوم. عرضهای فوری با تلفن شد. اوامری هم با تلفن فرمودند. من جمله فرمودند خیلی خسته شدند، فردا بعد از ظهر آزاد باشد گردش برویم. من هم از خدا خواستم چون بی نهایت فرسوده هستم. بقیه روز به کارهای جاری گذشت. من جمله از سازمان بهداشتی و بیمه کارمندان دربار بازدید کردم. خودم هم بیمه شدم. پنجشنبه 6/7. امروز صبح هم شرفیاب نشدم. قدری دیر شد دیگر نرفتم. به کارهای جاری رسیدم. نماینده آخوندهای قم پیش من آمده بود. واقعا مردمان خودخواه و سالوس و دروغگو هستند. چون با این شخص مانوس هستم در جواب همه مطالبش که از طرف آخوندها می گفت به خواندن این شعر از خیام اکتفا کردم. ای زاهد شهر از تو خونخوار تریم، ما خون رزان خوریم و تو خون کسان، انصاف بده کدام خونخوار تریم. گلایه های بی سر و تهی داشت. جواب دادم این آقایان فکر نمی کنند دوره آنها تمام شده؟ هنگامی که سیارات به دست بشر گشوده می شود دیگر بحث در آداب مبال رفتن و بر سر آن رساله یا تز نوشتن مثل این است که با شتر به مسابقه طیاره بروند، مگر آنکه خودشان را با وسایل امروز بیارایند. اتفاقا اسلام و به خصوص مذهب مقدس شیعه این امر را به آنها میدهد. منتها بدبختی این است که اینها به دکان خودشان علاقه‌مندند، گور پدر هر چیز دیگر که هست ولو اسلام و مسلمانی باشد. بعد از ظهر گردش در رکاب مبارک رفتم. 3 ساعت طول کشید. بسیار خوب بود و خوش گذشت. شام هم در پیشگاه مبارک بودم. جمعه 7/7. امروز صبح سواری رفتم. بسیار خوش گذشت. 2 ساعت اسب تاختم. تمام سمومات بدنم خارج شد. خیلی عرق کردم. ساعت 11 به بانک مرکزی رفتم. منتظر شاهنشاه شدم که تشریف بیاورند تاج و البسه تاجگذاری را یک دفعه امتحان فرمایند. تشریف آوردند. از آنجا به سعدآباد در رکاب مبارک رفتم. نهار و شام در سعدآباد در پیشگاه مبارک خوردم. بعد از شام سینما در حضور نرفتم. بلافاصله منزل آمدم. کارهای عقب افتاده را 4 ساعت رسیدگی کردم. اکنون 12 شب است، ولی چون صبح ورزش کافی کردم 4 ساعت کار ابداً خسته‌ام نکرده. شنبه 8/7. صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری عرض شد. مدتی نسبت به سناتورهای انتصابی صحبت شد و علت اینکه چرا پاره‌ای را انتخاب نفرمودند. فرمودند علت را با آنها ابلاغ کن. عرض کردم این از درد انتخاب نشدن برای آنها بدتر خواهد بود. مدتی خندیدند، ولی عرض کردم کاش تقی‌زاده را که مشهور به پدر مشروطیت است انتصاب می‌فرمودید و تا مرگش سناتور می‌ماند. فرمودند فلج است، نمیتواند راه برود. خراف پرنسیپ نمیشد عمل کرد. شاهرودی و سرلشکر بقایی هم به همین علت نشدند. مدتی راجب شاهپورها و شاهدختها صحبت شد. خیلی به موقع نسبت به همه اطلاعات جامع داشتند. عرض کردم یک شاهدخت خواستند برای من پول هنگفتی بدهند به عنوان سهم در یک شرکت. قبول نکردم. شاهنشاه بسیار مشعوف شدند. عرض کردم چون تو دارم همه دارم اگرم هیچ نباشد. بعد از من سفیر روس شرفیاب شد. گویا خیلی طولانی، نزدیک 2.5 ساعت طول کشید.
من خارج شهر به مهمانی رفته بودم، جایی که تلفن نبود، ولی آدرس را داده بودم. افسر آجودان من فوری به احضارم آمد. شرفیاب شدم. امر فرمودند فوری وزیر مختار آمریکا را بخواه، به او بگو به رئیس جمهور اطلاع دهد دنباله صحبت‌های واشنگتن در خصوص ویتنام پیشنهاد تازه‌ای برای جانسون دارم. به چه شکل بفرستم؟ چون باید خیلی محرمانه باشد. میل دارید من آدم بفرستم؟ شما آدم میفرستید یا اینجا به وزیر مختار شما بگویم؟ پیام را دادم. گفت تا فردا جواب خواهد آورد. سر شب سفیر پاکستان پیش من آمد. شرحی به وزارت خارجه خودشان نوشته بود که شاهنشاه کم کم از سیاست ایوب خان ناراضی هستند. کتاب او هم خوب نبود. گرایش به اعراب هم ناخوشایند خاطر همایونی است. در کتاب از ناصر تعریف کرده است. به علاوه سلطنت را خلاف اسلام دانسته. سفیر خیلی متوحش بود، چون در شرفیابی پریروز شاهنشاه به او تذکراتی داده بودند. میخواست خدمتگزاری خودش را روشن و به ما ثابت بکند. گفتم فردا جریان را خواهم عرض کرد. امشب سر شام شرفیاب بودم، عرض کردم. جوابهایی فرمودند که خواهم نوشت، چون حالا خسته هستم. فرمودند به او بگو به قول حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام جواب خوبی ما را همینطور دادید. در جنگ هند و پاکستان آنقدر به شما کمک کردیم، در حل اختلاف شما با افغانستان آنقدر به شما کمک کردیم، از سیاست شما آنقدر دفاع کردیم. جواب خوبی های ما همین است. البته ما هم می توانیم خط و مشی سیاسی خودمان را تعیین کنیم. حالا آقای ایوب خان میگوید بزرگترین و مهمترین مرد خاورمیانه ناصر است و رژیم سلطنت هم در کشورهای اسلامی عملی نیست. فرمایش حضرت علی ابن ابی طالب حضرت امیر علیه السلام این است: اتقوا من شر من احسنت علیک. از شر کسی که به او احسان کرده اید همیشه بپرهیزید. عرض کردم چون این مرد خودش کمپلکس دارد، اینجا دیگر نتوانسته است عقده خودش را پنهان کند. هم خودش رئیس جمهور است و بنابراین وضعی به ثبات اعلی حضرت ندارد، هم مادرش انگلیسی است و همیشه ثبات خودش را از روی مذهب میسنجد. ثالثاً شیعه های مملکت او اعلی حضرت را پادشاه خودشان میدانند. باید حس کینه داشته باشد. یک شنبه 9/7 صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. مقداری راجع به خانواده گفتگو شد. بعضی شکایت ها از منسوبین فرمودند. عرض کردم گرفتاری مخصوص اعلی حضرت نیست، ما هم گرفتاریم. بعد سفیر پاکستان را خواستم. مطالب اعلی حضرت را با او گفتم. قدری خجل شد. خودش حسنیت دارد و معنی دوستی ایران را میداند. جواب وزیر مختار آمریکا آمده بود. عصری ساعت 5:30 شرفیاب شد. دوشنبه 10/7 امروز صبح خواستم شرفیاب نشوم، ولی احضارم فرمودند. مطالب فوری بود که همه به انجام رسید. در خصوص تاجگذاری، گله حق تقدم و سایر هوس‌ها از طرف اعضای خاندان سلطنت از حد گذشته است. باز هم فرمودند. عرض کردم چاره نیست جز اینکه اجازه فرمایید سخت جواب بدهم. هر کس میخواهد برنجد، وگرنه این رشته سر دراز دارد، چون ایرانی به هیچ چیز راضی نیست. خاندان سلطنت که جای خود دارد. اجازه مرحمت فرمودند. حالا اول بدبختی من است، اما من که اهمیت نمیدهم. اربابم راضی باشد و کارش به خوبی انجام بشود، گو همه دشمن باشد. یک خارجی با شغل محرمانه و مهم قرار است بیاید. مرا دعوت کرده بودند او را ببینم. دعوت کننده نامناسب بود. عرض کردم هر قدر مهم باشد ما شؤونات خودمان را باید حفظ کنیم. بسیار شاهنشاه از طرز فکر من خوشحال شدند. واقعا سالهاست که شاه جز به عظمت کشور که در حقیقت عظمت خودشان است به چیزی فکر نمی کنند. عصر به کارهای جاری خسته کننده گذشت. شب هم خانه یکی از والا حضرت ها برای شام مهمان بودیم. تا سر گله باز شد به شدت جواب دادم. مطلب تمام شد. سه‌شنبه 11/7
امروز صبح در رکاب مبارک به قزوین رفتیم. تشریف فرمایی برای وصل برق فشارقوی سد سفیدرود به تهران بود و همچنین مورد استفاده قرار دادن آن در دشت قزوین. تا 10 سال دیگر چنان شبکه فشارقوی تمام اطراف فلات ایران را خواهد گرفت و نیروی آن از صدها نفت و معادن زغال سنگ و احیانا اتم تامین خواهد شد. آنقدر کار شده است که نمیتوان فکر کرد. 5 سال پیش که خودم نخست وزیر بودم انجام این کارها را با آنکه پیش بینی می کردیم ولی خیال تصور می شد. حالا به حقیقت پیوسته است. خدا عمر بدهد به شاه که برنامه‌های بزرگ برای این مملکت دارد و البته در سایه قدرت و ثبات کشور انجام خواهد یافت. نخست وزیر، رؤسای مجلسین، وزیر آب و برق و چند نفر وزیر دیگر حضور داشتند. حال شاه خیلی خوب بود. فقط هنگامی که از عده‌ای از کارگرها پرسیدند حقوق شما چقدر است، آنها جواب دادن روزی 10 تومان، در صورتی که رئیس منطقه عمرانی قبلا عرض کرده بود 15 تومان و شاهنشاه از اینکه آنها در رفاه هستند بسیار خوشحال بودند، بعد که دروغ معلوم شد فوق‌العاده اوقات تلخ شدند و دیگر تا آخر مراسم با کسی حرف نزدند. عصری هم تمام به کارهای جاری گذشت. خیلی خستم کرد. حالا 1 صبح میخوابم. شهردار بغداد که به تهران آمده است عصری شرفیاب شد. چهارشنبه 12/7. امروز صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری عرض شد. باز هم شاهنشاه از توقعات بیجای خانوادگی اظهار کسالت فرمودند. عرض کردم خودتان را ناراحت نفرمایید، تصمیم اتخاذ فرمایید، من اجرا می کنم. فرمودند تصمیماتی که گرفته ایم به شدت اجرا کنه. عرض کردم چشم، راه فقط همین است. به این جهت امشب هر یک از اعضای خانواده که باز یک تقاضای بی ربط داشت با درشتی بی سابقه من روبرو شد. فعلا که همه جا زدند تا بعد چه بلایی سر من در بیاورند. تمام روز به کارهای جاری گذشت. امشب که سر شام شرفیاب بودم از انتشار مقاله مجله تایم که به مناسبت تاجگذاری است اظهار نارضایتی فرمودند. در صورتی که مقاله خوب است و فقط 2-3 نکته بد دارد که کاملا قابل تحمل است. یعنی در مقابل آن همه که خوب نوشته واقعا چیزی نیست. قرار شد فردا با نخست وزیر مشورت کنم که چجور جواب این چند نکته بی تناسب داده شود. به من امر فرمودند فردا صبح زود سفیر شوروی را بخواه و بگو اگر ما شخصی را به ویتنام بفرستیم آنها قبول خواهند کرد یا نه. ممکن است این شخص قبلا به مسکو هم برود. خدا کند شاهنشاه در این راه موفق بشوند. پیروزی بزرگی در دنیا خواهد بود. کاردار سفارت آمریکا عصری شرفیاب شد و خبری از جانسون آورد که این امر را امشب به من فرمودند. قرار است فردا عصری گردش برویم چون واقعا خسته و بیمار شده ایم. شاهنشاه واقعا خسته هستند. پنجشنبه 13/7. صبح شرفیاب نشدم. در عوض به هیئت امنای دانشگاه تهران رفتم که تازه درست شده. سابقا هیئت امنا نداشت. بعد سفیر شوروی پیش من آمد. امر شاهنشاه را ابلاغ کردم. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه 3-4 ساعت گردش رفتیم. خیلی خوش گذشت ولی صحبت جدی نشد. اسم چند نفر را برای وزارت عرض کردم که اگر دولت بخواهد کابینه را ترمیم کند مناسب هستند. دیشب والا حضرت شاه دخت شهناز شام را با 300 نفر دانشجویان رتبه 1 دانشگاه ها صرف کردند. خیلی خوب بود. کم کم دختر وارد اجتماع می شود. با شاهنشاه شرط بستم این کار را خواهم کرد. فرمودند غیر ممکن است. امیدوارم شرط را ببرم. امروز مجلسین منحل شدند که فردا مجددا هر دو افتتاح شوند چون بر حسب قانون اساسی باید سنا 14 مهر افتتاح میشد. به این جهت مجلس شورای ملی هم که از طرفی دوره‌اش تمام شده و فقط چند روزی باقی مانده است و از طرفی انتخابات مجدد آن انجام گرفته است منحل شد که فردا افتتاح شود. شاهنشاه نطق مهمی و مفصلی ایراد خواهند فرمود. جمعه 14/7. مجلسین افتتاح شد. نطق مهم شاهنشاه اشاره به 9 ماده انقلابی و کارهایی که در اثر آن انجام گرفته است بود.
واقعا خیلی کار شده است. انسان باید شکر خدا را بکند. اکنون 2,500,000 شاگرد مدرسه داریم، 600,000 نفر شاگرد دبیرستان و 40,000 نفر در دانشگاه. به علاوه 7,000 سپاهی دانش در روستاها به تدریس اشتغال دارند. از پیشنهادات مهم شاهنشاه امروز ملی شدن آبهای کشور، تشکیل سپاه دانش زن که البته در محل خودشان به عمل خواهند پرداخت، زیرا فرستادن زنها به خارج از محیط خودشان قدری زحمت دارد، و رفرم عمیق اداری و تحصیلی بود. در سیاست خارجی تأکید به احترام متقابل و تقویت سازمان ملل که فرمودند متاسفانه رو به زوال است و تصمیماتش قدرت اجرایی و ضمانتی ندارد. شناختن هر کشوری که وسیله سازمان ملل پذیرفته شده، اشاره به اسرائیل، و بازگرداندن زمینهای فتح شده به وسیله اسرائیل به اعراب و محکوم کردن تسلیحات و همچنین بهره برداری ارضی در فتوحات نظامی و قبول بعضی مناطق غیر اتمی اگر اعلام شود. نطق جامع خوبی بود، سرحال بودند. بعد به منزل برگشتم. با دخترهایم دعوا کردم که بی جهت به مهمانی زیاد می روند و خودشان را بدنام می کنند. به قدری ناراحت شدم که سردرد گرفتم، با آنکه واقعا می دانم نجیب هستند، ولی نتیجه عمل یکی است. ظهر و شام در پیشگاه مبارک بودم، ولی مطلب جدی نبود. راجع به عکس العمل نطق خودشان فرمودند بین مردم چه بود؟ عرض کردم کسی را ندیدم. شنبه 15/7 صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری عرض شد. بعد مرخص شدم، به کارهای جاری رسیدم. سفیر واتیکان و سفیر هندوستان پیش من آمدند. هر دو از نطق دیروز شاهنشاه تعریف کردند، به این معنی که یک نطق عالی و سازنده بود و یک نطق به تمام معنی بین المللی و منطقی. گرچه امشب برای شام شرفیاب بودم، ولی فرصت مذاکره جدی نشد. از سر شب تا کنون که 1 صبح است به کارهای تاجگذاری رسیدم. از خستگی کلافم. یک شنبه 16/7 صبح زود برای بررسی وضع تاجگذاری به شهر رفتم. فعلا که الحمدلله وضع مرتب است. کاخ گلستان بعد از این تعمیرات بسیار زیبا شده است. با همه مامورین درباری و وزارت خارجه و گارد به شدت حرف زدم. گفتم در هر کجا از ماموریت قصور کردید، همانجا از کار برکنار خواهید شد. چه باید کرد؟ یک نوکر قدیمی پدرم که از زمان جدم باقی مانده بود و خیلی کهنه پرست و متحجر بود، همیشه می گفت رعیت تابع زور است. گاهی این سخن درست در می آید. هر قدر هم تحصیل کرده باشند، باید از یک کسی بترسند. اینجا آن شخص ناچار من هستم. بعد شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. تا 2 بعد از ظهر در دفترم بودم. عصر شاهنشاه برای پایان نمیدانم دوره چندم دانشکده افسری آنجا تشریف بردند. 3 ساعت و نیم طول کشید. خوب ولی خسته کننده بود. چون خیلی خسته بودم سر شام شاهنشاه نرفتم، ولی در منزل تا 1 صبح مجددا کار کردم. لااقل لباس راحتی پوشیده بودم و گرفتار تشریفات نبودم. از این حیث استراحت کردم. دوشنبه 17/7 صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری عرض شد. تعدادی تلگرافات خارجی و داخلی بود. امضا فرمودند. روزنامه هایی که نسبت به خلیج فارس مطالبی نوشته بودند به عرض رساندم. قرار شد فردا صحبت کنیم. ضمناً فرمودند خیلی خسته شدم، فردا گردش برویم. قرار شد بعد از ظهر باشد. بقیه روز را به رسیدگی به کارهای جاری، به خصوص کارهای تاجگذاری گذشت. عصر هیئت مدیره سازمان حمایت مادران بود. اعضایی که سالها به این مناسبت به دربار می آمدند، دربار امروز را که به این قشنگی ساخته و تزیین شده نمی شناختند. خیلی تحسین کردند. شب به علت خستگی مفرط سر شام نرفتم. سه‌شنبه 18/7 صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را به عرض رساندم. بعد به کارهای خودم رسیدم. سفیر سوئد پیش من آمد و عالی ترین نشان سوئد را با زنجیر برای شاهنشاه آورد. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه گردش رفتیم. شب سفیر روس مهمان من بود. جواب پیغام شاهنشاه را که چند روز پیش نوشتم آورده بود. قرار شد خودش شرفیاب شده عرض کند. فردا به عرض خواهم رساند. چهارشنبه 19/7
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری عرض شد. میوه پوستکنده‌ای که برای تناول در اتاق شاهنشاه میگذارند بوی عجیبی میداد که بعد که میل کرده بودند باعث تشویش شده بود. به این جهت من فوری مقدار زیادی از همه آنها خوردم که رفع تشویش شود، یا خدای نکرده اگر شاه مسموم شده باشد من هم مسموم بشوم. بعد برای تجزیه فرستادم. بقیه روز به بتالت گذشت ولی خوش نگذشت. شب سر شام بودم. امر فرمودند سوال کن کی گفته است 1500 نفر دانشجو برای تحصیل در ذوباهن به روسیه بروند. خیلی از انتشار این خبر غلط ناراحت بودند. به دولت ابلاغ کردم. بی نهایت دست پاچه شدند. پنجشنبه 27. صبح کار مهمی نبود. شرفیاب نشدم. قدری تنبلی کردم. به هیئت امنای دانشگاه تهران هم نرفتم. معاون خودم باهری را فرستادم. گویا آنجا با صالح رئیس دانشگاه هم دعوا کرده بود. امروز در دفتر به کارهای تاجگذاری رسیدم. همچنین از جریان مذاکرات نفت در لندن به دقت مطلع شدم که فردا جمعه به عرض خواهم رساند. بعد از ظهر قدری راه رفتم و قدری استراحت کردم. چون باران بسیار خوبی میبارید علاقمند شدم راه زیاد بروم. از منزل دخترم که مهمان بودم راه افتاده 1.5 ساعت در باران راه رفتم. خیلی خوش گذشت. عصری سفیر روس شرفیاب شد. با آنکه سر شام بودم از شاهنشاه نپرسیدم چه گفتگو شد. چرا چون این فضولی بکنم؟ خودشان هم چیزی به من نفرمودند. از اوضاع بین المللی خبر مهمی نیست. جلسات بی نتیجه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان است. فقط بین آمریکا و روسیه توافق شده موضوع خاورمیانه به شورای امنیت برود. راجع به ویتنام مسائلی زیر پرده هست، من جمله اقدامات شاهنشاه. جمعه 21/7. صبح سواری رفتم. خیلی اسب تاختم. خوش گذشت. حس می کنم سالم شدم. گویی که چند روز از کمی کمردرد دارم. بعد از ظهر سفیر انگلیس دیدنم آمد. در خصوص تماس‌هایی که اعراب با او گرفتند گزارش داد که به عرض خواهم رساند. توضیحاتی هم در مورد علت تصمیم دولت انگلیس دایر به برقراری روابط با مصر میداد. خندیدم. گفتم هیچ علتی ندارد جز اینکه دیده‌ای ضعیف می شود و هر ضعیفی خر سواری خوبی است. خودش هم خندش گرفت. ظهر سر نهار رفتم و همچنین سر شام، ولی نخواستم وقت اربابم را روز جمعه بگیرم و خراب کنم. امشب سال روز 29مین سال تولد اولیا حضرت شهبانوست. مراسم کوچکی برپا داشتیم. خیلی خوش گذشت. شاهنشاه و شهبانو و بچه ها همه خوشحال بودند. من هدیه کوچکی که به صورت 2 تخم مرغ داخل هم و مکلل به الماس بود تقدیم کردم. داخل تخم مرغ دومی قاب خیلی کوچکی بود که شمایل مقدس حضرت امیرالمؤمنین را گذاشته بودم که جد بزرگ ملکه است. خیلی مورد پسند واقع شد. بعد منزل آمدم تا نصف شب کار کردم. شنبه 22/7. صبح برای مدت کوتاهی شرفیاب شدم و صحبت‌های سفیر انگلیس را عرض کردم و جواب‌های خودم را. شاهنشاه خیلی خندیدند و عرایض مرا تصدیق کردند. ضمناً عرض کردم برای خلیج آماده مذاکره جدی هستند. فرمودند پدر متفقین خودشان را در عدن درآوردند. عرض کردم حسن کار این است که ما اکنون قوی هستیم، در مقابل این قدرت یک جوری راه می آیند. به هر حال قرار شد طرح مذاکره جدی با آنها فراهم شود. عصر تاج‌های اعلی حضرتین را امتحان کردیم. خوب بود. شب در کاخ ملکه پهلوی مهمانی جهت تولد شهبانو بود که تا 1 صبح ادامه داشت. در این ساعت کالسکه تازه سلطنتی را بسته و آوردند که اعلی حضرتین ملاحظه فرمودند. ساعت 2 صبح به خانه آمدم. یکشنبه 23/7. صبح زود به کاخ گلستان رفتم. 2 ساعت به وضع تشریفات تاجگذاری رسیدگی کردم. جزئیات را دیدم و دستورات دادم. انصافاً یزدان پناه با آنکه کم جرأت است زحمت کشیده. کاخ بسیار زیبا شده. انشالله همه چیز خوب خواهد شد. امروز به وضع رانندگی روز 4 آبان رسیدگی شد.
بعد به نیاوران آمدم. شرفیاب شدم. هوا خیلی خوب بود. شاهنشاه فرمودند میل دارم بیرون بروم. افسوس که کار داریم. اصرار کردم که من عرایزم را میتوانم آنجا هم بکنم. بفرمایید برویم خارج کاخ. آمدیم بیرون. 2 ساعت تمام راه رفتیم و من عرایز خودم را هر چه داشتم عرض کردم. از تاجگذاری و کارهای دانشگاه و سیاست بین المللی و امور مربوط به خلیج و غیره. چون شرفیابی خیلی طولانی شد دیدم تمام منتظرین عده‌ای گله‌مند و حسودی پیدا کردند. شاه به من لطف و اعتماد دارد، من که نمیتوانم به خاطر شما شانه خالی کنم. بعد از ظهر زکام شدت کرد. نتوانستم از منزل خارج شوم، ولی در منزل نزدیک 10 ساعت کار کردم با حال زکام سخت. بعد از آن که از پیشگاه شاه مرخص شدم رفتم بالا حضرت شهناز را که برای تهیه لباس تاجگذاری عازم اروپا بودند تا فرودگاه مشایعت کردم. به این جهت حالم خیلی سخت شد، ولی امیدوارم این بچه را به خواست خدا راه بیاندازم که از این انزوا خارج بشود. شام هم نتوانستم حضور مبارک حاضر شوم. دوشنبه 24/7. صبح با نهایت کسالت و تب و سرماخوردگی، چون راجب تاجگذاری و پرزنس خاندان سلطنتی و گله هایی که هست عرایزی داشتم شرفیاب شدم، ولی بیش از چند دقیقه طول نکشید. بعد منزل استراحت شد. سفیر آمریکا مطالبی با تلفن گفت. همچنین سفیر پاکستان در خصوص آمدن ایوب خان که به عرض مبارک رسید. عصری هم برای تمرین تاجگذاری به کاخ گلستان تشریف فرما شدند. ناچار رفتم. ماشاءالله ولیعهد با آنکه کم سن است مثل یک مرد بزرگ عمل کرد. از آنجا به استقبال وزیر دربار اردن که حامل پیامی برای شاهنشاه از طرف ملک حسین است رفتم و حالا نصف شب با نهایت خستگی و تب منزل آمدم. صحبت‌های مختلف با وزیر دربار اردن کردم. از آن جمله می گفت ناصر حاضر است با شما آشتی بکند. گفتم چنان که از اول گفته ایم باید عذر کثافتکاری خودش را بخواهد. گفت این که به این صورت که شما میگویید نمی شود. گفتم ما هم اصراری نداریم. گفت آخر منطبق بر اصول دیپلماسی نیست. گفتم او هیچ وقت این اصول را رعایت نکرد. بعد در خصوص جنگ عرب و اسرائیل صحبت شد. گفت اگر موفق نشویم راه صلح عاقلانه به وسیله شورای امنیت سازمان ملل پیدا کنیم جنگ خواهیم کرد. در دلم برای او یک شیشکی انداختم. اگر شما می توانستید جنگ را ببرید که به این افتضاح همه شما شکست نمیخوردید. ولی گفتم از جنگ چه فایده میبرید؟ حرف بدی نزد. گفت بهتر است اسرائیل همه پایتخت‌های اعراب را بگیرد. آن وقت او عاجز می شود. این را هم در دلم تصدیق کردم. سه‌شنبه 25/7. به هر صورت صبح مذاکرات با او را به شاهنشاه عرض کردم به وسیله عریضه، چون خودم به واسطه سرماخوردگی نتوانستم شرفیاب شوم. شاهنشاه صبح برای تماشای مانور هوایی به همدان تشریف بردند. به محض مراجعت به من امر دادند بعد از ظهر با هم گردش برویم. با سرماخوردگی که داشتم چاره‌ای جز اطاعت نبود. رفتم و خیلی هم خوب بود. اتفاقا امشب بهترم. آنقدر این شاه خوب است که مصاحبتش لذت بخش و سلامت آور است. بعد از گردش وزیر دربار اردن شرفیاب شد. بعد 1-2 نفر که محرمانه برای عرض پاره گزارشات مربوط به خاورمیانه آمده بودند. من هم تا پاسی از شب در کاخ نیاوران بودم. بعد مرخص شدم و امشب در خانه مهمان داشتم. چهارشنبه 26/7. امروز با آنکه به مناسبت میلاد مسعود حضرت علی ابن ابی طالب تعطیل بود شاهنشاه کار کردند. من صبح شرفیاب شدم، ولی چون دولت جدید که به وسیله خود هویدا مجددا تشکیل شده است شرفیاب میشد، شرفیابی من به بعد از ظهر موکول شد. در دولت جدید چند وزارتخانه تازه ساخته شده است. یعنی وزارت کشاورزی به 3 وزارتخانه جدید کشاورزی، اصلاحات ارضی و منابع طبیعی و آموزش و پرورش به 2 وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش تقسیم شده‌اند. شاهنشاه مدتی با دولت و بعد با دکتر اقبال رئیس شرکت نفت مشغول مذاکره بودند.
من ساعت 4 شرفیاب شدم. 1 ساعت شرفیابی طول کشید. فرمایشاتی در خصوص نفت فرمودند که باید با سفیر انگلیس صحبت کنم و همچنین در خصوص مذاکره با وزیر دربار اردن. خلاصه این که با غرب رابطه را قطع نکنید. خیلی فرمایشات همایونی منطقی بود. امشب هم که وزیر دربار را برای خداحافظی به شام دعوت کرده بودم، در این زمینه گفتگوی مفصل کردم. قائم مقام وزیر خارجه هم حضور داشت، چون وزیر خارجه هنوز برنگشته. فعلا چون امشب خیلی خسته هستم، شهر را شاید فردا بنویسم. ساعت 1 صبح است. پنجشنبه 27/7. امروز مختصری از مذاکره با وزیر دربار اردن را می نویسم. تز صحبت من این بود که با آنکه شما کشور کوچکی هستید ولی موقعیت خاصی دارید، زیرا اگر از بین رفتید سوریه و عراق که هر دو رژیم سوسیالیست دارند، کویت و عربستان سعودی را در بر گرفته منافع غرب را جدا تهدید می کنند. البته سوریه و عراق خود قابل اهمیت نیستند و از آن بی اهمیت‌تر رژیم آنهاست، ولی دست شوروی از آستین آنها عمل می کند. بنابراین چنان که شاهنشاه می‌فرمایند نفع غرب در حفظ شماست و نفع شما در این است که از غرب جدا نشوید و الا علت وجودی شما از بین می رود. حتی اسرائیل وجود شما را که فاصله بین سوریه و مصر و عراق و او می اندازد قلباً می خواهد. نکند اشتباه بکنید. به علاوه چرا پادشاه شما اینقدر این طرف آن طرف می دود؟ شما وضع خود را بسنجید و در آن راه صحیح قدم بردارید. فکر می کنم مطالب من بر دل او نشست و همه مسائلی بود که شاهنشاه در آمریکا با جانسون فرمودند. امروز شرفیاب نشدم، اما عصر در رکاب شاه و ملکه به جشن مهرگان فرهنگیان به سالن سرپوشیده محمد رضا شاه رفتیم. جمعیت خیلی زیاد ولی مرتب بود. نمایش هم بسیار خوب بود. بعد جوایز را مرحمت فرمودند. سپاهیان دانش عالی بودند. به شاه عرض کردم این جشن آنقدر اهمیت نداشت که شخصا تشریف بیاورید. فرمودند میخواهم به جای گریه و ندبه که بین ما مردم انقدر معمول است، جشن و شادمانی را تشویق کنم. چه فرمایش حسابی است! شاه افکار بلند برای مملکت دارد. دیروز پیاده در قصر نیاوران راه می رفتیم. فرمودند تا 10 سال دیگر اینجا را اروپا می کنم. خدا عمرش بدهد. جمعه 28/7. منزل والا حضرت شمس دعوت داشتم در مهردشت. شاهنشاه نهار آنجا تشریف میبرند. من نرفتم، به این جهت امروز شاهنشاه را زیارت نکردم. صبح سواری رفتم. به محض اینکه روی اسب سوار شدم احساس کردم آنقدر ضعیف شدم که امکان ندارد بتوانم اسب را اداره کنم. صرف نظر کردم. بقیه روز به بطالت گذشت. فقط 3-4 ساعت کارهای عقب افتاده را انجام دادم. سفیر انگلیس هم به دیدنم آمد. در خصوص امر شاهنشاه با او صحبت کردم. گفتم چرا آن مقدار که قول داده بودید اضافه استخراج نمی کنید؟ گفت از آنچه قول داده بودیم بیشتر است. گفتم این قول شما مربوط به پیش از بحران خاورمیانه بود. بعد که اعراب نفت را قطع کردند به التماس افتادید و پمپ و تلمبه را با هواپیما آوردید. حالا که در کنفرانس خارتوم اعراب موافقت کردند نفت را بفروشند و به شما بدهند، باز نسبت به ما تعلل می کنید؟ از این احمقانه تر سیاستی نیست که نفت اعراب را ببرید، آنها هم سالیانه 90 میلیون پوند به ناصر بدهند که او بتواند کانال سوئز را بسته نگه دارد. خودش هم تصدیق کرد، ولی گفت شما سال پیش به ما قول دادید که دیگر دبه نخواهید کرد. گفتم این پیش از بحران بود. بعد از بحران خودتان آنقدر به دست و پا افتادید که ما را مطمئن ساختید. این حالا دبه نیست. شما بعد از کنفرانس خارتوم دبه کردید. مقداری هم نسبت به جزایر خلیج صحبت کردیم و در خصوص صورت مذاکرات موقعی که فرستاده مخصوص و وزیر کابینه انگلیس در 9 نوامبر به همین منظور خواهند آمد. در مورد نفت گفتم حالا هم اگر کنسرسیوم از این عمل خودش دست بردارد که شرکت‌های عضو را اجازه نمی‌دهد به طور علاهده و شخصی نفت بیشتری ببرند، قضیه حل می‌شود. قول داد اقدام کند.
در خصوص موافقت آرامکو و عربستان که قیمت بیشتری خواهند پرداخت و به نتیجه انگلیسی ها مجبور خواهند شد قیمت بیشتری بدهند، خیلی عصبانی و نگران بود. من گفتم به همان اندازه که شما نگران و عصبانی هستید من خوشحالم. شنبه 29/7 صبح 2 سفیر آرژانتین و ایتالیا اعتبارنامه خود را تقدیم داشتند. من قبل از شرفیابی آنها چند دقیقه شرفیاب شدم. عرض کردم زاهدی از سفر آمریکا برگشته برای سازمان ملل رفته بود. خیلی روحیه خرابی دارد چون فکر می کند مورد مرحمت نیست. فرمودند پسر خوبی است، دوستش دارم، او هم مرا دوست دارد، به جای خود محفوظ، ولی شخص احمقی است. از او بپرسید چرا به هیئت دولت حاضر نمی شود؟ چرا بی جهت به مردم فوش می دهد؟ این فخر فروشی ها برای این است که نه سواد داری و نه فهم. دیدم خیلی عصبانی هستند، ولی خیلی استدعا کردم به پاس صمیمیت او اظهار مرحمت بفرمایید. فرمودند خسته هستم. بعد از ظهر چطور هست گردش برویم؟ عرض کردم بعد از ظهر کار داریم، تا تاجگذاری 2 روز است. به علاوه بعد از ظهر اولیا حضرت برای تمرین تشریف میبرند. فرمودند با همه اینها باید برویم. رفتیم و خیلی هم خوب بود. یک شنبه 30/7 صبح به کارهای جاری رسیدگی کردم. بعد در نماز کلدانی های کاتولیک که برای سلامتی شاهنشاه دعا می کردند حاضر شدم. 2 ساعت طول کشید. خیلی وقت تلف شد. ظهر شرفیاب شدم. 2 ساعت تمام در باغ راه رفته شرفیاب بودم. احساس کردم همه اشخاصی که اطراف ایستادند، از نظامی و غیر نظامی، حتی دوستان نزدیک من، هم خسته و هم حسود شدند. فرمودند مطالب تمام نشد، بعد از ظهر هم گردش برویم، بقیه اوامر را آنجا خواهم داد. باز هم به عرض رساندم کار داریم. هم فرمودند داشته باشیم، این هم کار مهمتری است. مگر کار عبارت از پشت میز نشستن است؟ اطاعت کردم. ولی امشب که به خانه آمدم مثل مرده هستم. نمیدانم خواهم توانست تاجگذاری را برگزار کنم یا نه. امروز تمام صحبت اعراب و خلیج و صحبت هایی که باید با وزیر انگلیس که می آید و آمریکایی هایی که خواهند آمد، اقداماتی که در مورد خلیج فارس باید بشود بود. مقداری هم صحبت از نفت. یک کشتی اسرائیلی را امروز مصری ها غرق کردند. ادعا داشتند در آبهای مصر بود، در صورتی که نبود. دوباره وضع وخیم می شود.